تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره. گرامی برنامه تریبون مناظره و برنامه امروز ما خوش آمدید. امروز مصادف با 2 ماه آگوست 2014 هست. ما به 30مین بخش برنامه تریبون مناظره می‌پردازیم. خوشحال هستیم که ما رو همراهی می‌کنید در این برنامه و برنامه امروز رو ما اختصاص دادیم به افق پروژه مناظره سیاسی که همچنان که شما آگاهید پروژه مناظره سیاسی حدوداً 8 ماه 8 سال میگوت هم جالب‌تر میشد 8 ماه قبل شروع شده و ما با این برنامه برنامه داشتیم. در طی این وقت حدوداً در طی مدت بیش از 15 شرکت کننده در برنامه داشتیم که برنامه حدوداً 1 ساعته بودن. عزیزانی که بودن اینجا نظراتشون رو ارائه دادن، فعالین اجتماعی و سیاسی از طیف‌های متفاوت بودن، چه فعالین حزبی، چه فعالین مستقل، چه راست، چه چپ. ما شرکت کنندگان متفاوت رو داشتیم که نظرات متفاوت خودشون رو هم با این برنامه و همچنین شما بینندگان گرامی در میون گذاشتن و ارائه دادن. همچنین در طی این 30 برنامه در واقع 29 برنامه قبل ما نظرات شما بینندگان عزیز رو شنیدیم. برای ما عذر میخوام، نظراتتون رو از طرق مختلف ایمیل، فیسبوک و با ما در میان گذاشتید، پیشنهادات انتقاداتتون رو و ما سپاسگزار هستیم بابت این همه توجه شما. دوستان از ایران با ما زیاد تماس گرفتن و بسیار خوشنودیم ما برای این مسئله. همچنان که گفتم برنامه امروز رو ما اختصاص دادیم به اینکه در ارتباط با افق برنامه مناظره صحبت بکنیم و قبل از اینکه بپردازم به سوال امروز مایل هستم که مهمانان عزیز امروز رو من خدمت حضور شما نازنینان معرفی کنم. خوشحالم که در لحظه آخر آقای فرهنگ پویا گرامی به ما پیوستن. خوش آمدید آقای پویا. مرسی، خیلی ممنون. ببخشید اینترنت منزل ما قطع شده بود. ما خوشحالیم که کاملا در وقت مناسب وصل شد. بسیار بسیار ممنون از تلاش و زحمتتون. خوشحالم که در برنامه حضور دارید. آقای ماده نظری گرامی، مرسی، متشکرم. مرسی که اینجا هستید ماده گرامی. سعید سالمی عزیز اینجا تشریف دارن. خوش آمدید به برنامه. مرسی. و همچنین آقای سپهداد گرگین گرامی، ممنونم که اینجا تشریف دارید امروز در برنامه. از عزیزان شرکت کننده خواهش میکنم قبل از اینکه در این حال که به سوال فوق میخواید پاسخ بدید، نظرتون رو به ما بدید، یه معرفی کوتاه در ابتدای معرفی 30 ثانیه از خودتون بدید تا بینندگان ما آشنایی داشته باشن با سعید سالمی گرامی. شروع میکنم. خواهش میکنم آقای سالمی شما 5 دقیقه فرصت دارید، لطف بکنید بگید که پروژه فراسیاسی تریبون مناظره به نظر شما تا حالا اصلا چی کار کرده؟ شما تقریبا در همه برنامه حضور داشتید. اصلا چی کار میتونه بکنه در آینده؟ افق برنامه تریبون مناظره رو که یه حرکت فراسیاسی هست شما در کجا میبینید؟ مایل هستید که به کجا برسه؟ پتانسیل های این برنامه اصلا کجا هست؟ کجا میتونه باشه؟ چه چیزایی هست که میتونیم هنوز بهتر بکنیم؟ نظرتون رو لطف کنید پس از معرفی خودتون در ارتباط با فعالیتاتون همچنین کوتاه لطف کنید با ما در میون بذارید. شما 5 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید. خواهش می‌کنم. من با تشکر از عزیزان من میخوام فقط بگم که فعال کمونیست کارگری هستم، فعال مستقل کمونیست کارگری هستم و این پروژه مناظره رو سالهاست که روش کار کردم و فکر میکنم که اهمیت داشته، برای این نقطه ضعیفی بوده در فرهنگ سیاسی ایران و به خاطر اینکه این نقطه ضعیف به نظرم نقش مهمی داشته
در کند کردن رشد فرهنگ سیاسی تلاش کردم که پایه‌گذارش باشم و کمک کنم که رشد کنه. اینکه این پروژه فراسیاسیه معنیش اینه که اولا نمایندگی نمیکنه از یه نوع معینی از تحزب سیاسی و دوم اینکه هدفش هم این نیست که به سازمان سیاسی منجر بشه. هیچ کدوم اینا نیست. هدف این عبارت از اینه که بتونه یه فضا ایجاد کنه که نظرهای مختلف بتونن در مقابل هم قرار بگیرن و جامعه بتونه بهترین نظرها رو انتخاب کنه. پرمیس این برنامه اینه، پرمیس یا فاوندیشن، پایه مبنای فکری این پروژه اینه که همه چیز رو همگان دانن. هیچ کدوم از پروژه های سیاسی کنونی پاسخگوی نیازهای جنبش آزادیخواهی و برابری طلب نبودن و به خاطر همین اون چی که کم داشته از دید من، از دید اون که میاد تو این پروژه شرکت میکنه، اینه که روشنفکری قوی ما نداشتیم تو ایران که این روشنفکری بتونه فرهنگ قدیم رو نقد کنه، فرهنگ جدید رو نقد کنه و بتونه راه نشون بده برای آینده. پروژه مناظره در واقع پروژه‌ایه که میاد و از همه فعالین، چه منفرد چه حزبی و سازمانی، که البته درصد کمی از فعالین سیاسی ایران الان حزبی هستند، اکثرشون منفردن. حالا علتش هم من خیلی زیاده. من فکر میکنم که این پروژه باید راهش رو ادامه بده و بتونه مرتب فضاهایی رو ایجاد کنه که هرچه ممکنه فعالین فرهنگی و سیاسی بتونن با همدیگه حرف بزنن، یاد بگیرن حرف بزنن، یاد بگیرن اتهام نزنن، یاد بگیرن فحاشی نکنن، یاد بگیرن برای یه امر مهمتری از حزب و سازمان بتونن کار کنن با هم دیگه و این بتونه راه نشون بده. نتیجه این پروژه مناظره تا حالا این بوده که ما تا حدود زیادی تونستیم موفق بشیم. نکته دوم اینه که امکانات این کاری که ما شروع کردیم خیلی امکانات ضعیفیه. هنوز ما تو حدی نرسیدیم حتی که به مدیای ماهواره‌ای دست پیدا کنیم، تو ایران پخش بشیم، ولی از امکانات موجود تو فیسبوک و سایر سایت ها تونستیم انقدر نتیجه بگیریم که حتی شرکت کننده‌ای از ایران داشتیم ما و این فوق‌العاده دستاورد بزرگی بود. شرکت کننده‌ای که لزوماً به یه حزب و سازمان وابسته نیستن، میتونن باشن. شرکت کننده‌ای که وقتی میان اینجا بتونن از یه فکر و ایده مشخص در موضوع مشخص صحبت کنن. سوالایی که ما مطرح میکنیم تو این برنامه‌ها بعضیاش سوالای بنیادیه، بعضیاش سوالای روزه، مسائل روزه، الگوهای کلیشه‌ای که توی اپوزیسیون ایران هست و تکرار مکرراته و به جایی تا حالا نرسیده. اینا رو بتونیم بشکنیم و آنالیزش کنیم و بفهمیم که کجاها رو نمیدونستیم، ما نسل قدیم نمیدونسته، جدید بتونه اون جایی که نمیدونسته ببره جلو و پیشرفتش بده. خیلی ممنون. من تو بحث‌های بعدی وقت اینا رو بیشتر بازش می‌کنم. متشکرم از توضیحاتتون. ماده نظری شما لطف بکنید 5 دقیقه فرصت دارید، فرمایید. خواهش می‌کنم. سلام و عرض ادب دارم. مرسی خانم مجد عزیز از اینکه شما تا حالا این برنامه رو تا به این قسمت پیش آوردین با کمک سایر دوستان، مخصوصا آقا سعید عزیز و خدمت بینندگان عزیزی که برنامه‌های ما رو دنبال میکنن. من فکر میکنم قطعا چیز با ارزشی توی این تریبون مناظره وجود داره که برنامه‌های ما رو دنبال میکنن. ماده نظری هستم، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر و کنشگر سیاسی مستقل. توی ترکیه هم هستم فعلا. از کنم خدمتتون، من در ادامه صحبت‌های آقای صالحینیا اشاره بکنم که اینکه این پروژه به تشکیل یک حزب کمک کنه یا نه. من فکر می‌کنم در ادامه بحث رو باز کردیم میتونیم بهش اشاره بکنیم.
ولی اینکه همکار باشه یا به اصطلاح روشنگر احزاب باشه و جریان‌های سیاسی ما باشه، به نظر من هیچ اشکالی نداره و میتونه چنین نقشی رو بهش داد. هرچند برنامه عنوان کردن خانم که برنامه فراسیاسی هست، ولی میتونه بخشی هم از در امتداد یا بخشی از فرهنگ سیاسی در ایران باشه. ولی فکر میکنم نقطه نظری که آقای سالمی اشاره میکنن بیشتر به عنوان خلأ توی پروسه و عرصه سیاسی ایران داره بهش اشاره میکنه که یک نوع خلأ این مناظره کردن، این گفتگو. من مایلم در این قسمت از صحبتام اشارتی بکنم از برداشتایی که خود شخص من از تریبون مناظره دارم و انتظاراتی که دارم. یک، مثلا اینکه ضرورت گفتگو، آیا اصلا ضرورتی وجود داره، لزومی وجود داره که ما بشینیم گفتگو بکنیم؟ یعنی انسان‌ها، جمعی از انسان‌ها، جامعه انسانی، حالا چه در ایران چه خارج از ایران فرقی نمی‌کنه، حالا چه اپوزیسیون باشه چه در داخل ایران فرق نمی‌کنه، ما بیایم گفتگو بکنیم در مورد ماجراهایی که اتفاق میفته، مسائلی که اتفاق میفته، ایدئولوژی‌ها، اندیشه‌های سیاسی که مطرح میشه. من فکر می‌کنم این ضرورت داره، لزوم داره و همین لزوم باعث شده که ما بیایم تریبون مناظره رو به عنوان تریبونی انتخاب بکنیم تا بتونیم در مورد خیلی از این جریان‌ها، اندیشه‌ها، ماجراهایی که اتفاق میفته بر سر انسان ایرانی و در کانتکست جهانیش هم اشاره بکنیم به سرش میاد، ما بیایم در موردش صحبت بکنیم، زاویه دیدهای مختلفمون رو نسبت به همدیگه در تقابل همدیگه قرار بدیم و در موردش صحبت بکنیم. بعد بحث دیگی که دارم لزوم مقابله و رقابته. مثلا من از دیدگاه خاصی دارم صحبت میکنم، وابسته یا تحت تاثیر یک حزب خاص هستم یا اصلا عضو حزب خاصی هستم، یه عضویت حزبی خاص دارم، میام نسبت به یک ماجرا که یک موضوع مشترک برداشت و قرائت خودم یا حزبم رو دارم مطرح میکنم. به نظر من لازمه که یک فضایی باشه برای رقابت کردن، یعنی اینا رو زورآزمایی بکنن، مقابله بکنن با هم دیگه، همدیگه رو به چالش بکشن تا واقعیت رو بیشتر، یعنی مثل سنگی که توی رودخونه هست صیقل بخوره و زیباتر بشه. متوجه هستی؟ منظور من اینه. خب و امکانی برای گفتگو، اصلا فضا ایجاد بکنیم بتونیم با هم حرف بزنیم به جای اینکه جنگ بکنیم. یعنی وقتی که گفتگوی وجود نداشته باشه کارمون به جنگ و دعوا میکشه و همدیگه رو قطعا با برخوردهای خشن و فیزیکی و حتی اتهام زنی که یک نوع خشونت و ترور شخصیت هم هست میتونم ازش نام ببرم که این امکانی برای جلوگیری از این ماجراها. ما گفتگو بکنیم با هم دیگه، بده و بستون داریم ما، و در قدم بعدی تبدیل بشه به یک فرهنگ، یعنی مناظره کردن، گفتگو کردن بشه به یک فرهنگ و انتقاد منصفانه‌ای بتونیم در مورد ماجراها و جریان‌ها و اندیشه‌های سیاسی از تئوری تا عمل در موردش صحبت بکنیم. یک زمانی توی اوایل قرن 20 آقایی به اسم رنه ولک که تاریخ 8 جلدی نقد جدید رو نوشتن، توی نظریه پرداز و منتقد ادبی و مورخ ادبی هستن ایشون بیشتر، ولی از این جهت اسمشون رو میبرم که این آدم منصفانه میومد نقد میکرد، یعنی ایدئولوژی‌های به اصطلاح و سبک‌های ادبی و آثار ادبی برجسته قرن 20 و تشخیص خوب از بد. این آدم خدمت زیادی به دنیای غرب کرده تا به حال. ما جای چنین کسانی خالیه. حالا آقای سالینی بگن روشنفکر، من میگم منتقد، یکی دیگه مثلا میگه آقا معترض، هر کسی، آنالیزگر، تحلیلگر، هر چی، بیان در مورد آثاری که و نتایجی که یک حزب، جریان سیاسی، اندیشه سیاسی توی جامعه ایجاد میکنه در موردش منصفانه بتونه انتقاد بکنه، نقدش بکنه، تشخیص خوب از بد، به اضافه اینکه اگه جایی هم کم و کسی خلایی هم دید بیاد نقطه نظرات خودش رو هم بگه بر اساس برپایی تجربیات و علم و بر بستر واقعیات، بتونه نقد منصفانه، یک راهکار منصفانه ارائه بده. و در نهایت تلاش ما در تریبون مناظره، حداقل نگاه من اینه که دنبال پیدا کردن پاسخهای انسانی علمی، دنبال پاسخهای انسانی علمی و عملی برای مسائل بشری هستیم. ما جایی هست که دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های متفاوت در مقابل هم قرار می‌گیرن. به نظر من لازمه، ضروریه که ما تریبون مناظره رو بتونیم داخل احزاب، داخل جامعه ببریم و بتونن این افکار با هم دیگه گفتگو بکنن، با هم رقابت بکنن، برخورد بکنن تا حقایق بیشتر افشا بشه. بعد حداقل سودش هم میتونه این باشه که ما آشنا میشیم با قرائت‌های
تفکرات و ایدئولوژی های مختلف در مورد یک موضوع مشترک، تفاهم مشترک پیش اومد به هر مراد. اگه نه به هر مراد مسئله نیست، ولی نباید به دعوا جنگ ختم بشه. باید بتونیم این فرهنگ رو داشته باشیم که گفتگو بکنیم. مرسی. متشکرم از توضیحات شما. بینندگان گرامی، من پوزش می‌طلبم بابت برنامه که کمی اختلالات درش هست از نظر تکنیکی، جایی که متاسفانه من امروز درش هستم گیرنده اینترنت هم کمی ضعیف هست و از این نظر یه مقدار مشکلات داریم. امیدوارم ببخشید. خواهش میکنم سپهداد گویین گرامی لطف بفرمایید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. گوش میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. 5 دقیقه فرصت دارید. با تشکر از شما. امیدوارم که صدای من الان برسه، چون من هم احساس میکنم که یک مقداری اشکالات تکنیکی داشته باشیم. درود بر شما، درود بر همه دوستانی که در این پنل هستن و کسایی که دنبال میکنن برنامه ما رو. قبل از پرداختن به این که ببینیم افق این پروژه تریبون مناظره چی هستش، من فکر میکنم که مختصری لازم باشه برای اینکه بگیم چرا ما به این تریبون مناظره به اصطلاح احتیاج داریم یا این تریبون مناظره به وجود اومد و در شکل گیریش به اصطلاح مؤثر بودیم ما. ببینید در فضایی که الان وجود داره در ایران، در خارج از ایران، بین اپوزیسیون، بین مردم، به اصطلاح احزاب، گروه ها، سازمان ها، دست های سیاسی، ما ببینیم که تشتت زیادی هستش. از یه طرف دیگه احساس شد که بسیاری از احزاب، سازمان ها، افرادی که هستند آدم های خودخواه زیاد توشون هستش، آدم هایی هستش که من رک و راست و پوزکنده همینجور صحبت میکنم و سیاست و این مسائل هم کنار میگذارم، چون مخاطب من مردم عادی ایران هستن که متوجه بشن. کسانی که به اسم نمیدونم رهبر و نمیدونم لیدر و اینها هستن انتقاد پذیر نیستن. ما افرادی هستیم که در اینها بودیم، با اینها کار کردیم و هرچی به اینا گزارش دادیم و کار کردیم، گفتیم که بابا شماها راه غلط دارید میرید، نخواستن قبول بکنن. برای همین مسئله گفتیم که ما تنها راهمون اینه که بیایم و یک آوتلتی رو درست بکنیم که با خود مردم به صورت مستقیم صحبت کنیم، مشکلات رو مطرح بکنیم، بگیم که مشکلات ما اینه. و همینجور که سعید جان درست میگه، ما اینجا هدف ساختن حزب و ساختن نمیدونم دسته و گروه رو هم نداریم. ما میخوایم فقط به مردم یاد بدیم که میشه به صورت انسانی دور هم دیگه صحبت کرد، مسائل رو نقد کرد، ازشون عبور کرد، مشکلات رو مطرح کرد و به اصطلاح این اهدافی بوده که پروژه تریبون مناظره داره دنبال میکنه. ببینید ما چیز مقدسی در دنیا نداریم که بخوایم در این تریبون مناظره اینجور ما با مسائل برخورد میکنیم. تنها چیزی که برای ما ارزش داره و میتونم بگم تا حدودی مقدس هست، چون کلمه این مقدس، تقدس رو من زیاد دوست ندارم ازش استفاده ببرم، ولی انسان و انسانیت هستش و روابط انسانی هستش. این تنها چیزی هستش که برای ما روند تکامل انسان هستش که برای ما بسیار بسیار مهمه و به اصطلاح این افقی هم که میبینیم شما تریبون مناظره داره دنبال میکنه همین مسئله هستش. پس هیچ چیزی نیست که از زیر نفوذ تفکر توده‌ای بخواد خارج بشه یا تفکر ما خارج باشه. ما همه چیز رو زیر علامت سوال میبریم و به اصطلاح معتقد هستیم هیچ تقدسی هم وجود نداره. موضوع دیگه اینه که ما احساس کردیم که در بسیاری از سازمان‌ها، بسیاری از میدیاها به اصطلاح اون آزادی وجود نداره. هم سعید جان هم من در احزاب مختلف، در سازمان‌های مختلفی ما بودیم و میدونیم که به اصطلاح اگر خارج از چارچوب اون سازمان صحبت بکنی دچار مشکلات میشی و این مسئله هستش که برای ما خیلی مهم بود که ما بتونیم آزادانه هر کسی رو، رهبر، لیدر، اشکال داره، کار از لنین تا مارکس، ما بتونیم آزادانه بشینیم و نقطه نظراتش رو بحث به بحث بکشونیم و به اصطلاح این رو بازش بکنیم. مسئله دیگه هم این بود که ما دیدیم که جامعه یک جایی رو نداره
به غیر از این احزاب و سازمان ها و دستجات و این مدیاهایی که وجود داره، مدیای ایرانی که وجود داره، چیزی دیگری نیستش که بخواد آزادانه بیاد نقطه نظر خودش رو مطرح بکنه و یک فضا و مناسبات انسانی باشه. تریبون مناظره این فضا رو به وجود آورده. من خوشحال هستم. ما برد بسیار بسیار زیادی تو ایران پیدا کردیم. این جای خوشبختیه برای ما. دوستان بسیار زیادی هستن که در فعالین دانشگاه هستن، که فعالین سیاسی هستن که به ما گوش میدن. هدف ما هم همینجوری که خدمتتون عرض کردم این نیستش که ما بخوایم رهبر بشیم و خودمون رو مطرح بکنیم. نه، ما میخوایم به مردم بگیم که هر کدوم از شما در حیطه‌ای که زندگی میکنید یک رهبر برای زندگی خود هستید، یک رهبر برای اطرافیان خودتون هستید و اینه که بتونید یاد بگیرید، حرف بزنید، نقد بکنید، خجالت و رودرباسی رو هم بذارید کنار و به اصطلاح هر مسئله‌ای که به نظر شما درسته یا نادرسته بشینید صحبت کنید در یک فضای انسانی، در یک فضایی که تنش درش وجود نداشته باشه، در یک فضایی باشه که بتونیم ما راه حل‌ها رو بررسی بکنیم. من فکر میکنم که همینجا صحبتم رو تموم بکنم که در مرحله دوم بتونم ادامه بدم. خیلی ممنون از لطف شما. من متشکرم بابت اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. جناب فرهنگ پویا، شما 5 دقیقه فرصت دارید که پاسختون رو با ما در میون بگذارید، ما گوش میکنیم. بفرمایید. با تشکر از اینکه دوباره مجددا من رو دعوت کردید. در آغاز اجازه بفرمایید تا اینکه من خدمت خود جناب عالی، سعید عزیز، ماده و سپرداد عزیز سلام عرض کنم و همچنین به شنوندگان عزیزی که وقت خودشون رو به شنیدن این صحبت ها اختصاص میدن. من نیز خود رو یک سوسیالیست یا چپ دموکرات و کسی که به اهداف انسانی خیلی احترام میذاره معرفی میکنم و اما به نظر من در این به خصوص بعد از این انقلاب ما هزینه های بسیار زیادی پرداخت کردیم. سازمان های سیاسی اومدن در ایران تشکیل شدن، اینها به خاطر کارهای بسیار نادرستی که در حال اون به خاطر شیوه های نادرست از این جان بسیاری از انسان‌ها رو در خطر انداختن و اینکه آخر سر نتیجتا اینکه اینها همه متلاشی شدن، از بین رفتن و اینکه در حال همه تئوری های اینا به شکست انجام میده. من فکر می‌کنم بد نیستش، علی‌رغم اینکه من موافقم که فعلا در این مرحله در این مقطع به خصوص هدف این مناظره نمیتونه هدف این گروه بشه که ما به هر حال در این به خصوص در این مقطع کنونی نمیتونه ایجاد یک تشکیل حزب سیاسی باشه، ولی بد نیست که بتونیم بپردازیم این مسئله که آخر چرا این شکست‌ها اتفاق افتاد، چرا این همه جان‌ها فدا شد، چرا این همه شکنجه در زندان مورد شکنجه قرار گرفتن این فعالین سیاسی، ما کسانی که این همه از جان و دل مایه گذاشتن و برای انسانیت، برای برابری، برای آزادی نیرو گذاشتن. من فکر می‌کنم بد نیست به این مسائل پاسخ بدیم. اگر هم حزب سیاسی نیستیم حداقل به عنوان یک پرشر گروپ بتونیم عمل بکنیم، ما نظیم بشیم که این بتونیم تا یه حدودی تاثیر بذاریم از اینکه این جنگ و فجایعی که در منطقه ما در میدل ایست داره اتفاق میفته به نوعی اگه بتونیم تاثیر بذاریم، یعنی در نهایتا ما اگر مناظره میکنیم، مصاحبه میکنیم، گفتگو میکنیم، هدفمون این است که به هر حال عملاً بتونیم یه کاری انجام بدیم. صرفاً به این قصد داریم این کارو نمیکنیم که ما یه صحبتی کرده باشیم و یه هدفی داریم. میخوام ببینیم که خب اگر سازمان‌های چپ سیاسی ما که مدعی بودن که به طور علمی و شیوه علمی دارن به مسائل برخورد میکنن، اینطور به طور فاجعه بار فجیع یا شکست خوردن، علتش چی بوده؟ من فکر می‌کنم به این علت‌ها پرداختن بد نیستش. من همه اینها اومدن از برابری، برادری، حکومت کارگری، سوسیالیسم صحبت کردن، صحبت از تغییر جهان کردن، صحبت از وجود شما از شعارهای مارکس رو تکرار میکردن که نمیدونم از باید از هم انسان ها
باید از توانشون به اندازه توانی که دارن تا مقدار تا آنجا به پیش برن که در واقع به شعار معروف مارکس این که هر کس به اندازه توان تا هر کس به اندازه نیازش. ببخشید از ذهن من رفت این شعار. و اما اینکه خب علت به نظر من شکست ها چی بود، ما اگه بتونیم این علت ها رو چیز بکنیم بهش پی ببریم، حداقل باید بتونیم کسانی که در جریانات سیاسی فعالیت میکنن یه پیامی به اونها بدیم. خب صحیح نیستش که شما، یعنی این شکست ها ما در گذشته باش مواجه شدیم، به این شکست خوردیم، ولی که باز هم دوباره بخوایم چیکار بکنیم؟ جا پای گذشته بذاریم. بسیاری از جریانات چپ هستن که هم اکنون ادعا میکنن که آره به چپ سنتی اعتقاد ندارن، ضد استالینیسم هستن فلان، ولی درست همون حرفا رو، همون کارهای گذشته رو تکرار میکنن. یه نفر رهبر دارن در اون بالا نشسته دستور صادر میکنه، ادعا میکنن که اگر ما فردا به قدرت برسیم شوراها رو پیاده میکنیم، دو تا ساز انگار که مثلا دو جریان موازی رو اینا میتونن در آینده به پیش ببرن. یه طرف حزب سیاسی طبقه کارگرشون و یه طرف هم شوراها رو میخوان همزمان و به طور موازی پیاده بکنن. اینها عملی نیستش. به نظر من آنچه که پیام من به کسانی که در این جریان‌های سیاسی فعالیت میکنن این هستش که اگر بخوان گام مثبتی در این جهت بردارن، این هستش که در وهله اول در همون سازمان سیاسی خودشون، حتی اگر 3 نفر 5 نفر 10 نفر 15 نفر هستن، در هر منطقه در هر جایی که هستن، بر روی این که هر یک از این افراد حق تساوی دارن با سایرین و این که این افراد الان اینترنت به اینها اجازه میده که رهبران رو کنترل بکنن، رهبران اینها رو کنترل بکنن، یعنی روی این مسئله پافشاری بشه که در واقع اینها این حق رو دارن که به اندازه هر فردی این تشکیلات سیاسی خودشون از حقوق مساوی با اون رهبر برخوردار هستن و اینکه عملاً بتونن این خواست خودشون رو پیاده بکنن. به نظر من بزرگترین مشکلی که در درون سازمان‌های سیاسی سازمان‌های سیاسی چه در ایران و چه سازمان‌های سیاسی چپ در ایران، چه در ایران و چه در خارج از ایران باش مواجه بوده، این بوده که همیشه افراد از بالا اونم به شیوه خیلی مافیایی کنترل می‌شدن و این علت اصلی شکست بوده. فقط صرف این که بگیم ما به برابری حکومت کارگری نمیدونم مساوات سوسیالیسم اعتقاد داریم کافی نیست. این باید از زمانی که یک جریان سیاسی یعنی در واقع شکل میگیره، از همون روز اول باید در سازمان سیاسی خودش در خارج از حاکمیت این رو پیاده بکنه. اگر این روند رو ادامه بده میتونه در آینده این رو در واقع پیاده بکنه. در غیر این صورت اینا وعده هایی به خودش. خیلی ممنون. متشکرم که نظرتون رو شما هم با ما در میون گذاشتید. بینندگان گرامی، ما به بخش دوم از برنامه رسیدیم که در این بخش سوال و جواب هست که بینندگان اصلا میتونن داشته باشن و یا حتی ادامه صحبتاشون رو بدن. همچنین کوتاه میخواستم راجع به تریبون مناظره صحبت بکنم. تریبون مناظره در ابتدا با همکاری آقای سعید سالینیا و من شروع شد. ببخشید در ابتدا آقای سالینیا برنامه ما شروع کردیم و از برنامه شماره 2 آقای سپهداد گرامی به ما پیوستن. از ایشون تشکر میکنم. همچنین که با ما تا این برنامه وفادارانه در کنار برنامه تریبون مناظره بودن. تریبون مناظره تعلق به هیچ کسی نداره. برنامه‌ای هست که صرفاً ایجاد شده برای تمام افرادی یا صداها یا افکاری که میخوان با مردم دیگه افکارشون رو، نظراتشون رو در میان بگذارن و بنابراین ما هم همیشه خوشحال هستیم اینکه شرکت کنندگان نازنین دیگه بودن که در طی برنامه رو همراهی کردن. در ابتدا اسم تریبون مناظره برنامه مناظره سیاسی بود که بنا به میشه گفت پیشنهادات شرکت کننده پیشنهادات شما بینندگان گرامی، دوستان عزیز، ما اسم برنامه رو به تریبون مناظره
تغییر دادیم. ماده نظری گرامی از برنامه 11 اگر درست گفته باشم ما رو همراهی کردن. مرسی ماده گرامی، همچنان شما در کنار این برنامه بودین تا امروز. این عزیزان همه وقت فراغتشون رو در اختیار این برنامه گذاشتن و واقعا جای سپاس فراوان ازشون هست که اینجا من شخصا سپاسگزارم از همه شما عزیزان و بسیار خوشنودم که فرهنگ پویای گرامی از جلسه قبل در این برنامه بودن، برنامه ما رو غنی کردن. جدا خوش آمدید به برنامه ما. امیدوار هستیم که شما رو در آینده در کنار این برنامه داشته باشیم، در برنامه تریبون مناظره داشته باشیم و ممنونم، سپاسگزارم از شما که با ما نظراتتون رو در میان میگذارید. میپردازیم به بخش دوم از این برنامه، در واقع بخش سوال جواب هست. اگر لطف کنید ماده گرامی از شما شروع کنم. سوالی دارید اینجا از شرکت کنندگان؟ بفرمایید، خواهش میکنم. اگر نه که شما 5 دقیقه فرصت دارید صحبتتون رو ادامه بدید. سوالی دارید از کسی؟ من به سوالم مستقیم از آقای سعید صالحینی است در این باره که شما اشاره کردید به این که قرار نیست حزبی تبدیل به حزب بشه این برنامه تریبون مناظره، ولی به نظر میرسه در مورد موضوعاتی که تا به حال ما ادامه دادیم و نقدشون کردیم، تحلیلشون کردیم، مواضع به نسبت، یعنی به نسبت خیلی زیادی هم آوانگاردتر هست حتی از دیدگاه‌های حزبی که ما الان داریم میبینیم. من موافق هستم که هیچ وقت تبدیل به حزب و جریان نشه، یعنی اصلا این فرهنگه، یک نوع فرهنگ گفتگو و مناظره هست. سوال من مشخصا اینه، سعید جان شما اگه امکان داره بیشتر توضیح بدید در اون زمینه بحث تحزب شدن، چون امکان داره مثلا چند نفر آدم دور هم جمع بشن با ویژگی هایی که ما توی نگاه هایی که ما توی تریبون مناظره تا به حال به پیش بردیم بخوان حزبی رو تشکیل بدن، بخوان حتی اصلاح بکنن اون پلتفرم حزبیشون رو. خب چه اشکال داره؟ آیا تضادی وجود داره؟ میخوام نظر شما رو بیشتر بدونم در این حوزه. مرسی. متشکرم. سعید گرامی هستید؟ خواهش میکنم شما لطف کنید پاسختون رو در عرض 3 دقیقه فرما بندی کنید. بفرمایید، خواهش میکنم. من تشکر میکنم. من فقط دو تا نکته میگم. اینکه این پروژه هدفش ساختن یه حزب نیست، به معنی نیستش که به اصطلاح کار پایه‌ای برای اینکه افراد بتونن برن تحزب خودشونو بسازن انجام نمیده. من برمیگردم تو تاریخ به اصطلاح سیاسی ایران و میگم که اصلا این پروژه در نقد اون تاریخ داره کار میکنه. ایران تو فرهنگش روشنفکریش به اندازه کافی کار نکرد تا تحزب ازش نتیجه بشه. همه چیز جامعه ایران یه جوری کج و کوله بوده. یکیش هم این بوده که شما تو فرهنگ غرب که نگاه میکنی میبینی که به طور ریشه‌ای روشنفکری اول کارشو کرد، بعد انقلابات شکل گرفت. روشنفکری کارشو کرد، رنسانس شکل گرفت. روشنفکری کارشو کرد، احزاب شکل گرفتن. ولی تو ایران به خاطر فضای دیکتاتوری، فضای عقب ماندگی، خود تحزب قرار شد کار همه اینا رو بکنه. خب دقت بکنه، شما برگردین به گذشته، مثلا از دوران نذاشتن که روشنفکری به عنوان یه نهاد مستقل جا بیفته تو جامعه، در اینجا آدما زود رفتن متحزب شدن. و این یکی از نقدایی هستش که من دارم به اون تاریخ میگم تا این روشنفکری رو پای خودش قرار نگیره و نتونه به اصطلاح اون نقش آوانگارد خودش رو برای تحزب به وجود بیاره، احزاب و سازمان‌ها دچار چرخه میشن. آدرسش هم معلومه دیگه. مثلا فرض کنید تحزب در ایران با حزب توده فرض کنید شروع شد، یا جریان‌های چپ شروع شد عموما، و بعد هی چرخه زد، هی میره بالا، دق میخوره زمین، دوباره یه جریان دیگه به وجود میاد، جنبش فدایی به وجود میاد، دوباره میخوره زمین، جنبش کمونیسم کارگری به وجود میاد، دوباره میخوره زمین. و احزاب راست هم که هنوز تازه شروع شدن تو ایران، یعنی هنوز ما تحزب چپمون قوی‌تر از تحزب راستمونه. اون چی که من فکر میکنم مهمه اینه که این
آوانگاردیزمی که روشنفکری باید به وجود بیاره و شکل بده، این پروژه میتونه کمک به اون باشه و بعد حتما از توش میتونه آدمایی که تو این پروژه شرکت میکنن مستقل کار حزبی بکنن یا کار حزبی نکنن، کار انفرادی بکنن. این دیگه به عهده اوناست. در اینجا ما جای خودمون کار میکنیم و اونا جای خودشون کار کنن. امید هست تو ایران آینده اینا قاطی هم نشه. روشنفکری هدف خودشو داره، تحزب هدف خودشو داره. من تو بحث کوتاه خودم به این بحث جداسازی فکر و عمل هم یه مقداری بپردازم، چون یکی از بیماری‌های چپ قدیمم این بود که فکر می‌کرد روشنفکری بیخودیه، حرف میزنن آدم‌ها با هم دیگه، بعد حالا عمل کرد، تفنگمو بده ره بپویم. توجه میکنیم. خب این شد دیگه که مثلا ازش میپرسی آقا چرا؟ میگه آقا چون لنین گفته. چرا؟ چون مارکس گفته. آقا اونا گفتن مردن. تو چرا؟ تو که نمیتونی با اونو استوار کنی. میگیم آقا برنامه حزبی و سازمانیت غلطه، اصلا آزادی رو نفهمیدی، اصلا خود برابری که شعار میدی نفهمیدی چیه. میگه آقا اینو من درستم چون مارکس گفته. یعنی این معلوم میشه که این قشریه نفهمیده اصلا روشنفکری یعنی چی. من فکر میکنم، من خلاصش کنم، این پروژه با نقد به تاریخ کنونی، تاریخی که معاصر ایران پایه ما گذاشتیم، قرارم نی فقط ما صاحبش بشیم، ما یه نمونه شیم. امیدواریم کسای دیگه بتونن این نمونه ها رو، هزاران این نمونه ها بهترشو بسازن تو ایران، بیرون ایران، هر جا که هستن، و ما بتونیم جنبشی رو به وجود بیاریم که بتونه فید کنه، تغذیه کنه تحزب و تغذیه کنه جنبش اجتماعی ایرانو، حتی وقتی حزبی نیست، سازمانی نیست، تغذیه کنه. ما یک بار جامعهمون روی پای خودش قرار بگیره. این معضلی بود که من بهش رسیدم و فکر میکنم که خیلی کسای دیگه هم بهش رسیدن و خوشحال میشم دست بدن به ما، بیشترش کنیم، بهترش کنیم، از ما بهترشو بسازن. لازم هم نیستش که با ما کار کنن، بیرون کار کنن، از ما بهترشو بسازن. خیلی ممنون. بفرمایید. پس شما 4 دقیقه فرصت دارید. فهمیدم. بله، ببینید در ادامه صحبتام برای اینکه ما داشتیم بررسی میکردیم که چجوری تریبون مناظره به وجود اومد، همینجور که سعید جان سالینیا مطرح کرد، یک فضایی کمبود بود در جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی ایران و اون هم فضای آزادی بود که هر چیزی رو زیر علامت سوال ببره. من از خودم شروع بکنم. از دوران نوجوانی قبل از انقلاب سمپاتی داشتم به جنبش فدایی، بعد به جنبش فدایی پیوستم، بعد اقلیت که به وجود اومد به جنبش اقلیت پیوستم، بعد از اون که از ایران مجبور شدم به اصطلاح ترک بکنم ایران رو به خاطر شرایطی که از نظر جانی و به خارج از کشور اومدم، به حزب کمونیست کارگری پیوستم. ولی در همه این به اصطلاح جریاناتی که وجود داشت، من احساس کردم که نمیتونم اون نقطه نظرات خودم رو مطرح بکنم، یا اگر مطرح میکردم با واکنش سریع دوستان برخورد میشد بهش، به اصطلاح که یک حالت خفقانی احساس میکردم که من نمیتونم لنین رو زیر علامت سوال ببرم، من نمیتونم مارکس رو زیر علامت سوال ببرم، من نمیتونم برنامه حزب کمونیست کارگری رو زیر علامت سوال ببرم، من نمیتونم اگر اقلیت گفت که نمیدونم باید برید جنگ تحمیلی رو باید بریم به خاطر میهن مثلا، من این رو زیر علامت سوال می‌بردم، نمیتونستم مطرح بکنم. چرا؟ چون به اصطلاح دوستانی بودن که جلوگیری میکردن از ابراز عقیده و بیان. همینجور در خارج از کشور الان کسانی که معتقد هستن به آزادی بی قید و شرط، ولی خودشون وقتی که پایه‌های این، حتی پایه‌های این تفکر رو زیر علامت سوال میبری، این رو هم قبول نمی‌کنن. و این شد که این فضا ما سعی کردیم به وجود بیاریم. تا به حال فضای بسیار مثبتی بوده و کمبودش بود در جامعه ما احساس میشد. امیدوار هستم همینجور که آقای سالینیای عزیز میگه، نه یکی که صدها هزار
پروگرام برنامه‌ای مثل این برنامه به وجود بیاد که مردم بتونن بیان آزادانه صحبت بکنن. ما هیچ گونه مخالفتی با تحزب نداریم که برعکسش من معتقد هستم که انسان‌ها باید حول خواسته هاشون به صورت مشترک کار بکنن، چون به صورت منفردی و انفرادی و منفرد بودن نمیشه کار کرد و نمیشه به هدف رسید. اینه که اگر در آینده این تریبون مناظره بتونه که یک جنبشی رو به وجود بیاره که خیلی عالیه فبها، اما هدف اصلی این نیستش که ما بخوایم حزب سازی بکنیم، سازمان سازی بکنیم، گروه سازی بکنیم، بلکه میخوایم مردم رو بهشون یاد بدیم که چطور صحبت بکنن، بیان حرف بزنن، همه چیز رو زیر علامت سوال ببرن و به اصطلاح حتی بنیانهای اندیشه خودشون رو زیر علامت سوال ببرن و از این ترس و واهمه نداشته باشن. ما میخوایم به مردم یاد بدیم که برخورد کردن با افکار، با برخورد کردن با شخصیت انسانی دو چیز متفاوته. من دارای حامل یک سری اندیشه هستم که این اندیشه ها میتونه درست باشه یا غلط باشه. آقای مادر نظری همینجور. من اگر که آقای مادر نظری رو زیر نقد بردم، نباید آقای نظری اینجور تصور بکنه که مثلا من شخصیت انسانیش رو زیر علامت سوال قرار دادم. نه، این دو چیز متفاوت هستش و ما باید یاد بگیریم در بعد از پایان برنامه‌های مناظره هم ما همچنان دوست و رفیق و آشنا میمونیم. همین انتقادات رو که اگر من از حزب کمونیست کارگری میکردم، میبینم که مثلا دوستان همه از ما جدا شدند، همه از ما به اصطلاح ناراحتی به دل گرفتند. چشم، ما مثلا در نظر بگیرید اگر که برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران رو زیر علامت سوال میبریم، آقای مسعود رجبی و تفکراتش رو زیر علامت سوال میبریم، این کسانی که براشون سازمان مجاهدین خلق ایران آقای مسعود رجبی یک تقدسی شده، این رو نمیتونن قبول بکنن و یاد بگیرن مردم، یاد بگیریم ماها که به اصطلاح بتونیم بحث بکنیم، نظر بدیم و این پروژه مناظره بیشتر روی این مسئله تأکید داره، تکیه داره که ماها صحبت بکنیم، حرف بزنیم و اگر که چیزی باشه که قابل قبول باشه، جامعه این رو گوش بده و به اصطلاح سعی بکنیم که این رو جا بندازیم در جامعه. تشکر میکنم. منم موافقم که این پروژه طبیعتا نمیتونه یه پروژه‌ای باشه که نهایتا به یک حزب سیاسی بیانجامه، چنانکه ما ممکنه یه فاشیسم رو حتی یعنی یه مثال اکستریم بزنم که کاملا روشن بشه برای کسانی که این برنامه رو گوش میدن یا تمام میبینن، این که ما میتونیم حتی یک فاشیست در اینجا دعوت بکنیم بیا باش مناظره بکنیم. بنابراین ولی که هرگز با یک فاشیست در یک حزب سیاسی ما قرار نخواهیم گرفت. این یک چیز طبیعی است و از این لحاظ آره من کاملا موافقم، ولی که ما نیز باید هدفی داشته باشیم. ما یعنی این که فقط صرف این که ما نمیخوایم در همان عالم معلم اخلاق بشیم برای دیگران. ما در این موقعیت نیستیم که چنین کاری رو بکنیم و کاری که میتونیم بکنیم اینه که به هر حال از تجربیات خودمون، از اون چیزی که به هر حال تا به حال یاد گرفتیم، این رو به دیگران انتقال بدیم و از دیگران نیز بخوایم که بیان اینجا و تجربیات خودشون رو به یه نوعی و اون چیزی، اون درسایی که در طول این 30 سال در طول این مدت یاد گرفتن به دیگران اونا هم به نوع خودشون انتقال بدن. و اما من اگر شما توجه بکنید، ولی که نهایتا فراموش نکنیم که ما خیلی مایل هستیم که به ویژه من تا اونجا که مربوط مثلا وبلاگ من میشه، من تمام تلاش خودم رو به خرج میدم که تمام تفکرات سیاسی خودم رو به صورت شعر طنز یا به طور کلی به صورت شعر ارائه بدم و هیچ مهم نیستش که ما ضروری است در واقع که ما تفکرات انسانی خودمون رو بست بدیم، گسترش بدیم، به دیگران معرفی بکنیم و اگر به آواتور من مثلا مراجعه بکنید در اون سایت iranian.com میبینید که یک سری سنگلاخ‌هایی رو نشون میده که نهایتاً یعنی ما اگه بخوایم به دموکراسی برسیم باید از یک جاده سنگلاخ
بگذاریم و اینکه راه بسیار دشواری رو ما در پیش داریم. این دشواری ها رو ما باید اگه تا اونجا که تا میتونیم اینا رو روشن بکنیم برای دیگران، نشون بدیم که به هر حال چرا این احزاب سیاسی ما به ویژه و فکر می‌کنم روی باید تکیه بکنیم، تاکید بکنیم که چرا به شکست انجام میدیم. ببینید این کافی نیستش که ما بیایم راجع به مسائل مختلف اینجا صحبت بکنیم. ما میتونیم بیایم یه لکچرر خیلی خوب از یونیورسیتی بیاریم اینجا راجع به اقتصاد صحبت بکنیم، راجع به سیاست صحبت بکنیم، راجع به مسائل ملی صحبت بکنیم، راجع به مسائل زنان صحبت بکنه. هر یک از اینا، آزادی بیان، آزادی اندیشه، میتونیم محققین رو بیاریم که اینجا که بیان نظر بدن. ولی که من فکر میکنم این کافی نیست. به نظر من آن چیزی که مهمه این پروسیجر و شیوه‌ای است که یک سازمان سیاسی به ویژه روی این مسئله من فکر می‌کنم باید تاکید بکنیم که احزاب سیاسی ایران، احزاب سیاسی به طور کلی، مهمترین مشکلشون، مهمترین علت شکستشون اون پروسیجر سیاسی، اون شیوه متدهایی بوده که این سازمان‌ها رو اداره می‌کردن. شما اگر حتی بهترین متفکرین رو که در اقتصاد، در سیاست، در مسائل مختلف صاحب نظر هستن بیارید در یه حزب سیاسی ولی یک پروسیجر درست نداشته باشید، این دوباره به شکست میانجامه. و واقعا مگه با که در تاریخ مارکسیسم اگه مراجعه بکنیم، مگه بزرگان مارکسیسم مگه کم کتاب نوشتن، مگه کم متفکر داشتیم؟ باشه چشم. ببینید شما توجه بکنید، مثلا لنین بیشتر از 100 کتاب نوشت، مارکس تا تونس نوشت، تروتسکی نوشت. در خود احزاب سیاسی ایران توجه بکنید همینجور مرتب منصور حکمتی یکی اون یکی همه نوشتن ولی بازم می‌بینیم که اینا همه به شکست، همشون از هم پاشیدن. سازمان‌های سیاسی یا حتی با قدرت سیاسی هم که رسیدن سرانجامی جز اون چیزی که امروز در شوروی می‌بینیم نیانجامید. بنابراین من خیلی خلاصه بکنم در آخر اینکه باید پروسیجر و متد درستی باشه که در واقع اعضای سازمان سیاسی بتونن رهبران رو کنترل بکنن تا اینکه برعکس بالا بیاد پایین رو کنترل بکنن. ما باید من فکر می‌کنم این نظرات مختلف بحث بکنیم و تاکید ما بیشتر روی این باشه، به خاطر اینکه این مسئله اساسیه و اگه هر کسی میتونه مقاله راجع به موضوعات مختلف سیاسی بنویسه در رابطه با نکات دیگری که باید من فکر می‌کنم در آینده ما باید تاکید بکنیم. این جنگی است که الان در میدل ایست شکل گرفته، داعش، اسرائیل، عربستان سعودی، ایران. باید ما چیکار بکنیم جلوی این جنگ کنیزی‌ها، این آدم کشی‌ها گرفته بشه. در اینجا مرسی. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. سعید گرامی خواهش میکنم شما حدودا نهایتا دیگه 3 دقیقه لطف کنید صحبتتون رو که داشتید بکنید، لازم به بخش سوم بپردازیم که بخش جمع‌بندی برنامه‌مون هست. بفرمایید خواهش میکنم اگر باشه لطف کنید خیلی کوتاه. برای من 2 تا نکته فقط اینجا بازش میکنم. یکی به اصطلاح اینه که تو همین بحثی هم که ما کردیم خیلی زیاد روی احزاب و سازمان‌ها تکیه شد. خب احزاب و سازمان‌ها کلاً یکی از ابزارهای مشارکت جامعه هستند. در جامعه ایران و جامعه بشری احزاب و سازمان‌ها راه مشارکت نیستن. فقط اون چی که مهمتر از احزاب و سازمان‌ها و قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی اجتماعی خود جامعه است. یکی از مباحثی که مناظره کمک میکنه اینه که بتونه مشارکت مردم رو مستقیم انجام بدیم. خوب دقت بکنید، فلان حزب سیاسی حرفش اینه که نماینده و زبان مردمه. خوب دقت بکنید، هر چی که هست همه احزاب هم همینو میگن، رقابت میکنن که کدوم زبان مردمه. من به عنوان روشنفکر چپ میام میگم آقا اصلا مردم چرا باید زبان شما باشی؟ کی گفته رهبر سیاسی باید زبان مردم باشه؟ مسابقه گذاشتین که کدوم زبان مردمه؟ چرا مردم خودشون زبان ندارن؟
خوب دقت بکنید. در نتیجه یکی از کارهای مناظره، پروژه مناظره و کارهای شبیه اینه که ما یه کاری کنیم مردم خودشون مستقیم نظر داشته باشن، یعنی تعریف جدیدی از قدرت بدیم که اون قدرت از بالا ناشی نشه، از احزاب و سازمان هم لزوما ناشی نشه. تحزب و قدرت سیاسی پلی باشه که بتونه جامعه رو حاکم کنه. یکی از مشکلات بزرگ اندیشه چپ و اندیشه کمونیست تو سابقهش اینه که خواسته هی نظر مردم رو جمع کنه، زبون مردم بشه، هرگز نخواسته خود مردم رو به حکومت برسونه. دوست ما مطرح کردن که مشکل چپ و سازمان چپ این بوده که تو شیوه اجرا مسئله داشتن. بنده میگم از اصل مسئله داشتن، از اساس اندیشه، چگونگی برخورد به انسان مسئله داشتن. حتما بحث آینده ما برمیگرده به اینکه مشکل و معضل چپ چی بوده دیگه، مشکل و معضل کمونیست چی بوده. ما اصلا اولین جلسه مناظرمون رو با نقد به معضل لنینیسم شروع کردیم، شماره 1 که دوست ما حتی سپردادم نبود. من مناظرم رو با علیرضا بیانی شروع کردم که ایشون لنینیست و تروتسکیسته. در نتیجه من میخوام برگردم یه نکته دومم بگم. نکته دوم اینه که مادش بحثشو کرد که رقابت افکار راه پیروزی انسانه. افکار، گرایش ها، گفتمان ها، روایت هایی که از واقعیت هست باید توی فضایی با هم تقابل کنه. تا تقابل درست نشه انسان‌ها چیزی یاد نمیگیرن. رهبرای سازمان‌ها و احزاب رفتن بالا منبر دعوا کردن که جمهوری اسلامی منبریه، خودشون همه منبر دارن. از لنین بگیر تا استالین هر کدوم منبر و امامزاده و نمیدونم امام و همه حرفای خودشونو ساختن. ولی وقتی به اینا میگی آقا بیا بیشین پلو من 4 تا سوال منو جواب بده، 20 ساعت هم وقت نداری، 5 دقیقه وقت داری، طرف اصلا فرار میکنه، اصلا آماده نیست. با آقای علیرضا در نتیجه من میخوام بگم ما میخوایم این مناظره رو راه بندازیم که این آدما بتونن از منبرشون پایین بیان، بشن یکی مثل من و تو تا بتونن جواب مشخص بدن و انتقاد رو بشنفن و پاسخ بدن. اینم نکته دوم بود میخواستم تکیه کنم. خیلی ممنون. متشکرم از توضیحاتتون. قسمت سوم از برنامه میپردازیم. مادر گرامی 3 دقیقه فرصت دارید، خواهش میکنم بفرمایید. مرسی خانم. نمیدونم چرا تمام دوستان الان آقای سپرداد گرگین ایشون خودشون معتقد یا یک نوع فعال کمونیسم انسانی هستن، آقای صالحینی کمونیسم کارگری، آقای فرنگ پویان خودشم اعلام کرد یک نگاه سوسیالیستی یا حال مستقل چپ، حال سوسیالی دموکرات هم انداختن کنارش. مشکلی نیست، فقط نمیدونم چرا این صحبت از چپ میشه، یعنی فقط مشکل ما فقط چپه یا اصلا موضوع برنامه ما فرهنگ مناظره در چه میدونم در تقابل با بحث چپ، نیروهای چپ. نه اینطوری نیست. نمیدونم چرا صحبت ها به این سمت و سو رفت، ولی در هر صورت من مایلم هنوز ادامه اون بحثام رو بدم که تریبون مناظره اصلا ماجراش چیه، موضوع اصل برنامه که آقا سعیدم نکات اساسی رو اشاره کردن، آقا سپردادم همینطور، آقای فرنگی پویام همینطور. ولی اینکه نگاه سمت و سو رو، نوک پیکان رو به سمت جریان‌های چپ بردن، من دنبال یک دلیل منطقی میگردم که فکر کنم باید خودشون توضیح بدن. مولانا توی دفتر اول مسیح معنی میگه خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یعنی کاری که ما توی تریبون مناظره میکنیم من فکر میکنم یه جورایی همینه. اگه احیانا صحبت خوبی، نکته خوبی، محتوای خوبی، اگه یک تفکر انسانی سالمی، یک حرکت مدنی سالمی در یکی از احزاب جریان‌های سیاسی، یک حتی جنبش‌های مدنی که هیچ ربطی هم به احزاب سیاسی نداره، که اونها سازماندهی نکردن، تشکیلاتی ندارن اونجا و خود مردم هستن فعالیت میکنن، ما باید بتونیم این سرها رو، این چیزهای خوب رو
در حدیث دیگران، گفتگوهایی که ما با هم دیگه میکنیم، بتونیم اینها رو بکشیم بیرون. یه نوع کشف و شهود، اما بر مبنای یک واقعیت، بستر واقعیت. دو، بر مبنای علم، نگاه علمی با ابزار علم، به اضافه اینکه آیا عملی هست یا عملی شده توی جامعه یا نه. امکان داره این چیزی که عملی شده خوب باشه یا بد باشه. بعد این ابزار ما، این میزان ما که چه چیزی رو خوب میدونیم یا چه چیزی رو بد میدونیم، برمیگرده به خود ما که باید منصفانه صحبت بکنیم. مثلا در مورد حرکت چپ قطعا نکات بسیار خوبی هم هست که هنوز آقای صالحینی یا آقای گرگین، آقای پویا مثلا خودشون هنوز چپ میدونن، پس چیز خوب داره. ما میتونیم در مورد خوبهاش هم صحبت بکنیم، ولی منصفانه. نقدم میکنیم، نقد منصف. نمیگم مغرضانه صحبت میکنن. خیلی هم خوشحالم که این فضا ایجاد شده. ما اتهام زنی نمیکنیم، فحاشی نمیکنیم، تهمت به کسی نمیزنیم و سعی میکنیم یه نگاه علمی داشته باشیم. این یه برخورد. بعد یه بحثم. بعد اینکه ما در حقیقت من فکر میکنم تریبون مناظره میتونه داخل مردم، اصلا خود یه زن و شوهرم میتونن بحث بکنن، از زندگی خودشون گرفته، از مسئله اقتصادیشون، تربیت بچه‌هاشون، تا میرسه به خارج از خانواده که توی جماعت‌های کوچولو، کلاب‌هایی که حضور دارند و حرکت‌های بزرگتر، انتخابات و امثال اون مسائل سیاسی کشورشون صحبت بکنن. میتونیم ما توی تریبون مناظره این نقاب، این چهره ایدئولوژی‌ها، حرکت‌ها، حکومت‌ها، دولت‌ها و اونایی که سرنوشت مردم رو در دست گرفتن افشاشون بکنیم، واقعا چهره واقعیشون رو بتونیم به مردم نشون بدیم. در هر صورت اگه توانایی و دانش و علم این رو داشته باشیم، بتونیم راهکارهای علمی و عملی هم در مقابل مردم بگذاریم، فبه المراد من فکر میکنم بردیم. خیلی ممنون از شما خانم نشر. متشکرم ماده گرامی. خواهش میکنم سپهزاد عزیز لطف بکنید جنبندیتون رو با ما در میان بگذارید. شما 3 دقیقه فرصت دارید. بفرمایید. خواهش میکنم. تشکر میکنم از لطف شما. در جنبندی این که تریبون مناظره از کجا شروع شد، افقش چی هستش، ما ضرورت این رو تشخیص دادیم که خدمتتون عرض کردم که جنبش ما، جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران، حالا چپ هست، راست هستش، هر کدام هستش که به نوع خودش، به تعبیر خودش میخواد این مسئله رو به وجود بیاره و یه خوشبختی رو به جامعه، راه خوشبختی رو نشون بده. تشخیص دادیم که به اصطلاح در این حرکت کمبودهای وجود داره و بیشتر از اون ما تشخیص دادیم که خود نیروها هستند که علیرغم شعارهایی که میدند به اصطلاح مانع این هستند که یک بحث آزادی بشه، صحبت آزادی بشه و هر کسی بیاد بدون اینکه انگی بخوره نقطه نظرات خودش مطرح بکنه. این شد که این حرکت به وجود اومد. افقش رو هم همونجور که توضیح دادیم این هستش که ما نمیخوایم سازمان سازی بکنیم، گروه سازی بکنیم، اما اگر این راهگشا بشه برای این مسئله که به اعتقاد من باید حرکت جمعی در کل سطح بشر وجود داشته باشه، در هر موردی، در هر زمینه‌ای. تحزب بسیار چیز خوبی هستش، اگر منجر به این بشه که فبه ها بسیار عالی است و ما ازش استقبال میکنیم و اهداف رو همونجور که عرض کردم خدمتون، این تریبون مناظره این هستش که یک جایی باشه که مردم عادی یا غیر عادی بتونن بیان صحبت بکنن، نظر بدن بدون اینکه بخواد بهشون انگ خورده بشه. اما اونجایی که مادجان نظری، من متاسفانه نمیدونم، شاید صحبت ها رو نشنیدن که میگن چرا ما همش از چپ صحبت میکنیم. خب یکی از دلایلش اینه که ما اکثر ماها از زمینه‌ها پیش زمینه چپ داریم و اگر که دوستان از راست هم اومدن صحبت کردن و بعدش هم دیگه نیومدن، مشکل خودشون هستش. اینجا فضایی هستش که سوالی مطرح میشه، ما هیچ وقت هم خودمون رو محدود نمی کنیم برای یک مسئله. ما باز هستیم حتی راجع به مسائل جنسی در جامعه صحبت بکنیم که ما صحبت هم کردیم. ما حتی حاضر هستیم که در هر زمینه از مسائلی که جامعه بشری باش درگیر هستش، حتی جایی هم حتی که احساس میشه جامعه به یک صورتی اون رو تابوی خودش میدونه، ما تابوها رو هم زیر علامت سوال ببریم و بازش بکنیم اینجا.
و اینها رو به جلوی دید جامعه قرار بدیم. اینه که ماده جان من فکر میکنم در ما باز هستش، در این مناظره، تریبون مناظره باز هستش برای تمام افرادی که فکر میکنن حرفی برای گفتن دارن. ما اگر آقای مسعود رجبی، اگر آقای حمید تقوایی، اگر آقای کوروش مدرسی، اگر اشرف دهقانی، اگر چپ و راست و بزرگ و کوچیک رو زیر علامت سوال میبریم، حاضر هستیم، دوست داریم و استقبال میکنیم که تشریف بیارن اینجا، صحبت کنن، حرف بزنن، نقطه نظرات خودشون رو مطرح بکنن و به اصطلاح جامعه رو یک قدم به جلو ببریم. آقای رضا پهلوی، آقای حسانلو، هر کسی دیگری، من بخوام اسم ببرم خب میشه به اندازه 70 میلیون اسم اگر هر کدوم بخوام نام ببرم. اینی که ما استقبال میکنیم در این تریبون مناظره از تمام افکار، تمام اندیشه ها که بیایید با هم بحث بکنیم. جایی که میبینیم که درسته میگیم درسته، معتقدم نیستیم که ما همیشه درست میگیم، نخیر، احتمال داره جاهای غلط اشتباه فکر بکنیم، غلط بگیم و به اصطلاح این برخورد اندیشه ها هستش که راه رو برای آینده تریبون مناظره باز میکنه. سپاسگزار هستم. متشکرم از توضیحاتتون. سعید گرامی شما لطف کنید به جنبندی 3 دقیقتون بپردازید و گوش بکنید. بفرمایید. من فقط یکی دو تا نکته اضافه میکنم. همونطور که مادرم تاکید کرد و من اول بحثم، از شروع بحثم اینو گفتم، بر اساس یک اصل ما کارمون رو شروع میکنیم. این اصل اینه که همه چیز رو همگان دانند و بهش باور داریم دیگه. یعنی چی؟ یعنی که این نیستش که چپ همه پاسخ‌ها رو داره. اصلا خود چپ یه طیف خیلی وسیعه. خیلی حرفایی که چپ گذشته ایران زده جزو عوامل بدبختی سیاست ایرانه. اصلا اینطوری نیستش که مثلا ما فکر کنیم قراره بریم تو امامزاده چپ دنبال همه حقایق بگردیم و فکر کنم تو راستم متفکرین باشند همونطور که بودن تو سطح جهان که بسیار قابل تأملن و ازشون باید یاد گرفت. لیبرالیسم کار بزرگی تو فلسفه و سیاست کرده که باید ازش یاد گرفت. حتی خود سرمایه‌داری، خود مدیران سرمایه‌داری خیلی چیزا دارن که آدم باید بتونه ازشون یاد بگیره. مجازات اعدام رو چپ‌ها تو دنیا چیز نکردن، قدغن نکردن. مجازات اعدام راستا تو دنیا قدغن کردن. من یادم نمیاد کی بوده، مارکس بود گفت اعدام نشه، لنین بود، مائو بود، اینا که همه کردن. مارکس یه موقعی یه جا گفته بود اعدام نشه ولی پیگیر نبود تو این مورد. خیلی چپ‌های جدید هم الان میگن مارکس ضد اعدام بود. اگه مارکس ضد اعدام بود چرا تو نقد کمون پاریس میگه آقا کمون پاریس کم کشت؟ چرا میگه کم سرکوب کرد؟ اگه ضد اعدام بودی خب پیگیرانه ضد اعدام بودی. من میخوام بگم به هر صورت خیلی کارا کرده راست که باید از اونم یاد گرفت. از متفکرای راست باید یاد گرفت، از لیبرالیسم و از اونایی که نظریه آزادی دادن باید یاد گرفت و به خاطر همینم باید باز گذاشت. اتفاقا مناظره وقتی که انجام میشه راست و چپ، هر کسی که ادعا داره، حتی بعضیا میگن ما رو نه راستیم نه چپ، اینم خب همیشه بوده، بیان اینجا بحثاشون رو مطرح کنن، محک بزنیم، ما با نقد و منطق محک بزنیم، جواب بهتر رو پیدا کنیم. مهم نیستش که کی چپه کی راسته، مهم اینه که کدوم بتونه پاسخ بهتری به جامعه. من فکر میکنم این نکته، این متد نگاه کردن تو جامعه ایران کم بوده. اگه این نکته بود، اگه این حلقان، اینقدر ما بدبختی نمیکشیدیم. یعنی به نبود یک روشنفکری قدرتمند که بتونه افق راه نشون بده، بتونه رو پای خودش باشه و مسائل خودش رو بلد باشه حل کنه، اگه بود و تو جامعه اجتماعی شده بود، اگر روشنفکری ما اجتماعی شده بود، تونسته بود اون مسائل جامعه رو درست تحلیل کنه و درست پاسخ پیدا کنه، جامعه اینطوری نمیشد. هایپوتز من، نظریه من اینه که ما این معضل داشتیم که هی رفتیم هی ساختیم، همه هی خوردیم زمین. خب من و آقای سپرداد که هر دو هم دیگر میشناسیم میدونیم
چه مدت رفتیم دنبال این پروژه تحزب و دیدیم به جایی نرسید. اگر به جایی نرسیده، این که چرا به جایی نرسیده باید بیاد رو میز. این میزه کجا باید قرار بگیره؟ رو مناظره سیاسی باید قرار بگیره، نه اینکه من دوباره برم یه حزب بسازم برم بالا منبر. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که همه کمک بکنیم که این بحثا، این پروژه مناظره پیش بره و سوالای اساسی بیاد وسط، همه سوالایی که فرهنگ هم مطرح کرد. خیلی ممنون. متشکرم سعید عزیز از توضیحاتتون. ما در گام‌های کاملا اول قرار داریم، فعلا در روی پله اول هستیم و امیدواریم که با همکاری تا اینجا با همکاری شما عزیزان همتون و همچنین بینندگان ما که مدام با ما در تماس هستند ما بتونیم واقعا مسئله رو به پیش ببریم و بنابراین در راهی طولانی در پیش داریم. فرهنگ پویا گرامی، جنبندی 3 دقیقتون بپردازید، ما گوش میکنیم، بفرمایید. بسیار خوب. منم کاملا صدای منو دارید؟ منم کاملا موافقم با سعید و همچنین با ماده عزیز که در واقع مخاطب ما طبیعتا چپ نیست، مخاطب ما راست هم هست. بسیاری از کسانی هستن که دور رضا پهلوی جمع شدن، کسانی هستن که دور مجاهدین جمع شدن، دور سبزا جمع شدن، دور ملیا جمع شدن و من نتیجه گیری که میخوام بکنم از همه بحث خودم این رو در یک شعری در یه جایی آوردم، اتفاقا به این موضوع میخوره و به اینطور شروع میشه که به هیتلر رأی دادم من، صلیب آهنین بر سینه خود زد، به نام من، به نام مذهب من، قوم من اقوام دیگر کشت، یهودی های عالم در تنور داغ آتش زد. به مایه رأی دادم من، به شارون، به نتانیاهو، به آن قربانیان دوره هیتلر، بدیدم پرسه آنها به جای آن تبهکاران مرا بی خانمان بیچاره و آواره گرداندند. هراسان از خدای غیب لنین و استالین را من خدا کردم، حساب آن دو را از دیگران کلاً جدا کردم، به نام اتحاد کارگر با برزگر داس چکش بر کله من سخت کوبیدن. خمینی را امام خود گزیدم من و تصویرش درون ماه دیدم من، امام من تمام جان و مال و هستی من را با آتش زد، به ریگان و به بوش پدر گوش پسر من رأی دادم، مجاهد آفریدن، طالبان برپا نمودند و سپس خود قهرمان ضدین اشرار گردیدند. به تا چه رأی دادم من، به نام زن حقوق هر زن آزاده را بگرفت، بساط اتحاد کارگرها کارمندان را زبون برچید. سپس من ناامید از تاچر و حزبش به حزب کارگر به آقای بلر من رأی خود دادم، 200 رحمت به آن تاچر، به آن بوش پسر، بوش پدر، ریگان. دیگر من این دموکراسی نمیخواهم، دیگر من دین نمیخواهم، کمونیست هم نمیخواهم، دیگر قیم نمیخواهم، از این دنیای پهناور فقط یک سهم میخواهم، فقط یک رأی میخواهم، فقط یک رأی در تصویب و در اجرای هر جزئی ز هر قانون. ولی امروز این امکان میسر است اگر این صاحبان قدرت سرمایه بگذارند. این نتیجه که در واقع از این بحث امروز گرفتم و واقعا من فکر میکنم که فقط مخاطب ما نه چپا نیستن، راستا هم به هر حال به اسم دموکراسی فاجعه ایجاد کردن و اینکه ما باید به همه اینا بپردازیم و هر کدوم افرادی که در واقع اونچه که سعید گفت کاملا درسته که ما مردم رو نیز مخاطب خودمون باید قرار بدیم و تلاش ما بر این باشه که به هر حال به مردم هم یعنی تلاشمون بر این باشه که سطح فرهنگی عموم مردم رو بالا ببریم و به هر حال هر کدوم از ما میتونیم نقشی داشته باشیم، از دیگران هم باید بخوایم که بیان و به ما کمک بکنن در این پروژه. خیلی ممنون. این پایان صحبت من. متشکرم فرهنگ پویا گرامی که جنبندیتون رو در اختیار ما قرار دادید. از شما شرکت کنندگان نازنین جدا ممنونم که این فرصت رو دادید و تونستیم برنامه مناظره تریبون مناظره رو کلا این پروژه رو کمی بکاویم و ببینیم که چه کارها میشه کرد. بینندگان عزیز از شما خواهش می‌کنیم همچنان نظراتتون رو با ما در میان بگذارید که واقعا به احیاگری این برنامه کمک میکنه و ما خوشحال میشیم، محرک هست برای ما، انرژی میگیریم از شما و چنان که امروز دیدیم در مورد نقش پروژه مناظره که شرکت کنندگان نظر دادن، یک نظر مشخص در این مورد هم وجود نداره. مثل هر سوالی که ما در طی این 30 برنامه گذشته داشتیم و
شرکت کنندگان نظرها و پاسخهای یکسانی نداشتن. اونچه که مسلم این پروژه در میان فعالیت‌های تاکنونی اپوزیسیون که دیدیم به این صورت جاش خالی بوده، یا حداقل بر من شخصا آگاهی ندارم که کجا میشه همچون پروگرامی رو دید. عادت به فعالیت‌های فراسیاسی که کمک بکنه به روشنگری فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که در این برنامه ایجاد میشه، به فضای دیالوگ بین فعالین سیاسی کمک میشه و عادت به سوال کردن و استفاده از اختلاف در این پروژه در میان شرکت کنندگان تونسته که نشون بده. حمایت‌های کتبی و شفاهی شما عزیزان همین رو برای ما نشون داده که این برنامه فعلا در راه راستی داره گام برمی‌داره و فقط بالاخره باید حتما مقداری در اون حتما تغییرات بشه. ما با پیشنهادات شما، پیشنهادات شرکت کنندگان تلاش خواهیم داشت که گام‌هامون رو تصحیح‌تر بکنیم و یاد بگیریم و در راه هدف بهتری هم به پیش بریم. متشکرم مجدداً از شرکت کنندگان گرامی و از شما بینندگان عزیز که گوش فرا دادید، توجه داشتید به این برنامه ما و همچنین برنامه‌های قبلی. در امید اینکه در برنامه آینده با ما همراه باشید. روز و روزگار خوش و شیرینی برای شما عزیزان، برای شرکت کنندگان عزیز آرزومندم. متشکرم. روزتون خوش. ممنونم از همه شما. متشکرم. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و طاغوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند